خب در ادامهش میریم بخشی خوب متوجه باشید. زاویه 90 و 0 بر شما تدریس میکنم. خیلی متوجه باشید. 90 درجه رو اول تحلیل میکنیم براتون. در کوساین چی رقم است با 0؟ در 90 درجه که هست ضلع مجاور با ضلع مقابل خود سایکو در حرکت هست. می ضلع مقابل و مجاور با هم چی میشه؟ یک جا در نقطه 0 یک جای میشه. چون ضلع مجاور در جای خود است، مقابلش می بالای 0 در بالای 0 یک جا میشه. هر دوش یک جا میشه 0 میشه. چون او در جای خود 0 است، پس چی میشه؟ یک 0 میشه. پس کوساین 90 درجه چند است؟ 0. کوساین 90 درجه 0. میریم تحلیل میکنیم 0 درجه. ضلع مجاور بر وتر همیشه چی بود؟ همیشه کوساین بود. خب ضلع مجاور می کوتاش میره در 0 نزدیک میشه، مقابل میره در 90 درجه. این می در 0 خود میچسبونه، این میره در 90 درجه. وقتی می با هم نیست در کجا یک جای میشه؟ در 90 درجه با هم یکی میشه. در 90 درجه با هم یکی میشه. چند میشه پس؟ چون 0 میشه می یک خط میشه. پس با هم که برابر میشه 0 درجه چند است در کوساین؟ 1. این رقم تحلیل کنیم که راحت یاد بگیریم. خب ما فهمیدم که در کوساین 0 درجه 1 30 درجه جذر 3 بر 2 45 جذر 2 بر 2 60 درجه 1 بر 2 90 درجه 0 است. و در ساینش 90 درجه 1 بود، صفرش 0 بود. 30 درجهش 1 بر 2 بود، 45 برابر با این بود، جذر 2 بر 2 بود و 60 درجهش جذر 3 بر 2 بود، خیلی 1 بر 2 شده. فرقش هست دیگه. از اون لحاظ این دو مثلث برای ما کمک کرد که چه رقم راحت ما مثلا زوایای مشهور پیدا کنیم. خب حالا من میرم یک چیز دیگه رو برای شما نوشتن میکنم اینجا. یک چیز دیگه. خب اینو میارم در پایین، در بالا یک چیز دیگه نوشته میگم. ما 1 جذر 3 بر 2 خب جذر 2 بر 2 1 بر 2 0. خب 0 در جای خود میارم. خب در بالا تغییر میدم. در بالا را تغییر میدم. چرا؟ من اینجا تانجانت برای شما مطالعه میکنم. تانجانت. خب متوجه باشین، تانجانت برای شما مطالعه میکنم. خب در بالا ساین نوشتم، چون ساین بر کوساین تانجانت بود. ساین 0 30 درجه 1 بر 2 45 درجه جذر 2 بر 2 60 درجه جذر 3 بر 2 90 درجه ما شما 1 بود. خب ساین 90 درجه 1 بود ولی کوساینش 0 بود. اون پایین نوشته کردم. اینی است. اگر اینی کی باشد؟ ساین باشد یعنی کی است دخترها؟ بچه‌ها این چی است؟ کوساین است. خیلی خوب. تانجانت کیست؟ ساین بر کوساین است. این تانجانت پیدا میشه. خب متوجه میشه اینو تقسیم کنیم طرف به طرف. 0 تقسیم از این 0 تقسیم 1 0. پس ساین 0 درجه هم 0 است. 1 بر 2 تقسیم جذر 3 بر 2 2 با 2 خلاص میشه. چی میمونه؟ 1 بر جذر 3 ناطق سازی کنیم میشه جذر 3 بر 3 میشه. جذر 3 بر 3. خیلی خوب. 30 درجه تانجانتش جذر 3 بر 3 میشه. خب جذر 2 بر 2 تقسیم جذر 2 بر 2 شود 1 میشه. اختصار میشه کلا 1 میمونه. خیلی خوب. جذر 3 بر 2 تقسیم 1 بر 2 2 با 2 خلاص میشه. این میشه جذر 3 تقسیم چی میشه؟ 1 جذر 3. پس 60 درجهش تانجانت جذر 3 میشه. خب 90 درجهش 1 تقسیم 0 یعنی عدد تقسیم 0 لایتنایی یا تعریف نشده. لایتنایی یا چی میگیم؟ تعریف نشده. تعریف نشده. لایتنایی یا تعریف نشده. چون که عدد تقسیم 0 شود چیست؟ تعریف نشده. پس ما و شما این هم از تانجانت خود مطالعه کردیم. ساین، کوساین اینه تانجانت ما شما مطالعه کردیم. پس اینی را ما از کجا یاد گرفتم؟ از این دو تا مثلث. ولی ما یک قدر که بر شما گفتم همه چیز خیلی زیاد شد برای ما شما، نه؟ خیلی زیاد شد که در قالبش برای ما شما بیان شد. ببین یک تکنیک ما بر شما آوردیم. بیننده از این تکنیک باشین. مطمئنا در این تکنیک چیزهایی هست که مثلثات یا زوایای مشهور براتون در بسیار وقت کم یاد میگیرین. حتما بیننده باشین.